بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ايش حالكم، ايش اخباركم؟ ان شاء الله بخير. معاكم معصومة مقدم، مدرسة اللغة العربية باللهجة العراقية وباللهجة الخليجية. به نام خدا معصومة مقدم هستم، مدرس زبان عربی، لهجه خلیجی و لهجه عراقی. خب دوستان، در این قسمت قرار هست که اعداد رو به زبان عربی به شما آموزش بدم. میخوام ببینم که عددها از 1 تا 10 به چه صورت بیان میشه. 1 تا 10 بیس کارمون هست. خیلی مهمه، باید دقت کنین و خوب یادش بگیرین، چون تو گام‌های بعدی عددهای 2 رقم 3 رقم به بالا خیلی بهشون نیاز پیدا میکنید. یه سری قاعده دارن که اینها رو یاد گرفتین به راحتی میتونین اون قاعده ها رو برای دهگان، صدگان و بالاتر به کار ببرید. خب شروع میکنیم. عدد 1 میشه واحد. واحد نگیم، واحد. 2 میشه اثنين. 2 میشه اثنين. 3 ثلاثة یا ثلاث. 4 میشه أربعة. 5 خمسة. 6 ستة. 7 7 8 میشه ثمانية. 9 9 10 میشه عشرة. خب اینا رو حتما تمرین کنین، با خودتون تکرار کنید و همونجوری که گفتم خیلی مهمه، در ادامه بهشون نیاز پیدا میکنیم. ببینید میخوایم اعداد 2 رقمی رو شروع کنیم، یعنی از 10 تا 20. اینجا 2 عدد داریم که 11 و 12 هست. اینا قاعده خاصی نداره. 11 میشه 11 و 12 میشه 12. 13 تا 19 یه قاعده ای داره. میخوام بگیم 13 13 یعنی ثلث به اضافه قش. 14 میشه 14. 15 میشه 15. 16 16. 17 17. 18 میشه 18. مخفف اعداد 3 تا 9 به اضافه 10. 18 19. 20 چی میشه 20. 10 میشد 10. 20 میشه 20. خب در ادامه ما میخوایم 10 تا بریم جلو، ببینیم که 10 20 30 تا 100 به چه شکل بیان بشه. خب از 20 تا 90 باز یک قاعده ای داره. میایم اون اعداد بیس رو به اضافه یا و نون به این صورت 20 30. 30 میشه 30. 40 40. 50 میشه 50. 60 میشه 60. 70 میشه 70. 80 چی میشه 80. 90 90. و 100 میشه 100 یا 100. تو لهجه خلیجی 100. تفضل. شكرا. عفوا. اختار رقم من 1 إلى 100. 1. طيب لك 1% خصم اليوم. لا صبر ممكن اختار مرة ثانية. لا ترى مرة واحدة بس، ما مشكلة. تفضل رقم ثاني. 3. ویدیو به این صورت شروع میشه. فروشنده میگه تفضل یعنی بفرمایید.
بفرما. در جواب مشتری میگه شکران، ممنون، متشکرم. در جواب فروشنده میگه عفواً، یعنی خواهش میکنم. فروشنده میگه اختار رقم من 1 إلى 100. اختار یعنی انتخاب کن، رقم یعنی عدد، اختار رقم یک عدد انتخاب کن، من 1 إلى 100. من و الی حروف اضافه است. من یعنی از، الی یعنی تا، که البته حروف اضافه رو در دوره آموزشیمون به صورت کامل بهش میپردازیم. من 1 إلى 100 یعنی از 1 تا 100. اختار رقم من 1 إلى 100. یک عدد از 1 تا 100 انتخاب کن. در جواب مشتری میگه 1، یعنی 1 رو انتخاب میکنه. فروشنده میگه طيب لك 1% خصم اليوم. طيب خب. لک یعنی برای تو، اشاره به مذکر. 1% یعنی 1%. خصم یعنی تخفیف. اليوم هم یعنی امروز. جمله به این صورت میشه طيب لك 1% خصم اليوم، یعنی خب امروز 1% تخفیف برای تو. مشتری میگه صبر ممکن اختار مرة ثانية؟ صبر یعنی صبر کن. ممکن یعنی میشه، اختار انتخاب کنم، مرة ثانية یعنی بار دوم یا دوباره. یعنی جملمون به این صورت میشه صبر ممکن اختار مرة ثانية؟ صبر کن میتونم دوباره انتخاب کنم؟ فروشنده میگه لا ترى مرة واحدة. لا یعنی نه، مرة واحدة یک باره. لا ترى مرة واحدة یعنی نه فقط یک باره ها. در ادامه فروشنده میگه بس ما مشکله تفضل رقم ثاني. بس ما مشکله یا مو مشکله. بس یعنی ولی، ما مشکله یا مو مشکله یعنی اشکالی نداره. تفضل یعنی بفرما یا بفرما بگو. رقم ثانی میشه یه عدد دیگه. جمله به این صورت میشه بس ما مشکله تفضل رقم ثانی، ولی اشکالی نداره یه عدد دیگه بگو. در جواب مشتری میگه 3، یعنی انتخابش عدد 3 بود. تفضل. شكرا. عفوا. اختار رقم من 1 إلى 100. 1. طيب لك 1% خصم اليوم. لا صبر ممكن اختار مرة ثانية؟ لا ترى مرة واحدة بس ما مشكلة. تفضل رقم ثاني. 3.